برادر پرسیده است: سلام برادر، آوازی در حوض چی تعبیر دارد؟ خود را در خواب فربه بینی چی تعبیر دارد؟ نفر دیگر پرسیده است: برادر، در خواب دیدم در زیر مرغ تخم میگذارم و چوجه میبراید چی تعبیر دارد؟ التماس جواب گردانید، شاد میشوم. نفر دیگر پرسیده است: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر اهل اسلام، برادر خود را در عدل خواب دیدم چی تعبیر دارد؟ التماس این را هم حتما جواب گردانید. اکنون برادر بسیار خواهش التجا کرده است. ما برای همین اولا از سوال این برادر آغاز میکنیم. اولا آغاز میکنیم از برادری که خود را در عدل خواب دیده است. کسی که تپه و عدل در خواب میبیند همچون علم و دانش تعبیر میگردد. یعنی تپه و عدل در خواب همچون علم و دانش به دست آورده شده تعبیر میگردد. عدل پرسبزه در خواب نشانه اعمال نیک و خدا ترسی شخص خواب دیده است. شخصی که در بالای عدل ایستاده نزد آدمان گپ میزند یا اذان میخواند، آبرو و نفوذش افزون گشته پشتیبان پیدا میکند. نفر دیگر خواب دیده است که میگوید در خواب دیده ام از اندازه خودم فربه شدم. فربهی در خواب همچون دارایی تعبیر میگردد. نفری که خود را در خواب فربه شده خواب میبیند بایگریش افزون میگردد. نفر دیگر پرسیده است: آوازی در حوض چی تعبیر دارد؟ در حوض آوازی کردن از غم و تشویش آزاد شدن است. از حوض آب نوشیدن مال و ملک به دست آوردن است. نفر دیگر خواب دیده است، میگوید برادر خواب دیدم در زیر مرغ تخم میگذارم و تخم ها میبرایم. نفری که اگر در خواب ببیند زیر مرغ تخم میماند و تخم شکسته چوجه میبراید، اگر در زندگی ناامید گشته باشد دوباره امیدهایش سبز میگردد و در عائله اش طفلی به فیض به دنیا میآید. رفت و در زیر خروس چوچه گذاشته از آنجا چوجه به دست آورد. در مکانی که شخص خواب دیده عمر به سر میبرد آموزگار نو میآید.